سلام عزیزای دل، خوش آمدید به چینل یوتیوب اکتیو سیتی. من عزت الله هستم، با یک گزارش کاملا جذاب دیدنی در خدمت شما قرار دارم. دوستان گرامی، اگر شما سفری به دره باستان نیکپای داشته باشید واقعا خوش شانس بدهید. سرک این دره از مبدای پل دوشی شروع شده با استفاده از دره شکاری و کوتل شیبر به دره پرخم و پیج ولسوالی غربن شده به کابل وصل می شوند. دریای بزرگی که این منطقه را آبیاری می کند به نام سرخاب یاد می شود، زیرا که کوههای سرخرنگ کمرد و سیغان در اوایل بهار باعث آلودگی دریای اشرف شده که کاملا رنگ قرمز را به خود می گیرد. بدین لحاظ به نام دریای سرخاب یاد می شود. شتر جنگل یکی از معروفترین دریای زیبای نیکپای بوده که قدامت تاریخی زیادی دارد. شتر جنگل شریف از زمان مدت‌های گذشته به این طرف حکایات و افسانه‌های تاریخی را سینه به سینه در دل مردم جا داده نقل قول نموده است که اینک نمونه از این حکایت‌ها را برای شما توضیح می‌دهم. شتر جنگل یا اشتر جنگل آوردن که در زمانهای قدیم کاروان بزرگی از مواد اولیه از زمین دره به سمت بامیان در حرکت بوده و از اثر خستگی‌های زیاد در اینجا توقف نموده. شتران خود را در بین این جنگل که بی اندازه انبوی کلان بوده غرض چرا رها میکند. فردای آن روز ساربانان تعداد اشتران خود را پیدا نتوانسته به کلی در بین این جنگل لادرک میشوند. چون در جوار این جنگل کوی بلند قرار دارد به نام دره مولا که از سطح زمین 2000 کیلومتر ارتفاع دارد. بالاخره بعد از سعی و تلاش قرار بر این می شود تا به این کوی سابل عبور بالا شده تا اثری از اشتران گمشده خود را از طریق این کوی بلند در زیر نظارت کنند. امان بود که از نقطه بلندی این کو تعداد اشتران خود را ردیابی کرده و پیدا کردن آنها دست می یابند. از زمان به بعد اشتر جنگل به همان نام مسمی می گردد. در پلوی آن داستان‌های عجایب و حیران کننده دیگری معروف به یک تخت سنگ سفیدی است که بالای یک صخره سیاه قرار دارد. از آن جمله عجایب هفتگانه دنیا به شمار می رود. انشالله در آینده نزدیک این داستان را در قالب یک ویدیوی پرخاطره مدغم نموده ساعتها توجه شما را به این داستان سیرآمیز معطوف خواهم نمود. معمولا شغل این روستانشینان کشاورزی و دامداری است. در پلوی آن جمعوری شیره انگوزه که یک نوع گیاه طبیعی و خیلی قیمتی است از کوههای این مناطق به دست آورده امرار عیاد می نمایند. بینندگان عزیز، حالا توجه شما را به یک گزارش جذاب دیدنی از اشتر جنگل جلب میکنم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار بگیرم. سلام دوستان و بیننده های عزیز، ما امروز در یک از قریه های ولسوالی دوشی ولایت بغلان قرار داریم. قسمی که شما در تصویر میبینید این قریه شتر جنگل است و قرار است امروز ما از قریه شتر جنگل یک گزارش داشته باشیم. در ادامه گزارش با ما همراه باشید.
دوستای عزیز در ادامه برنامه چند سوال از دوستای عزیز ما و از بزرگایی که در این محل زندگی میکنند داریم. سلام علیکم کاکا جان. و علیکم. خوب هستی؟ بخیر. فضل خدا. شما خوب هستین؟ شکر. شکر خوب هستین. میشه خود معرفی کنین؟ ما پیوندلی هستیم. خب پیوندلی در اینجا باشنده خودی از قریه هستین شما؟ خود قریه است. خیلی خوبه. چی کسب و کار دارین شما؟ کسب و کار نه نمیجای این گوی دیگانی و یک چندک مال هست نمیگه واسطه کدام کار. خیلی خوب خیلی خوب. کاکا جان میشه تو خود معرفی کنین بابا؟ بیگ نظر. بیگ نظر کاکا بیگ نظر چی کسب و کار دارین شما اینجا؟ بخوی بیازو از کارمنده میسفید او کمران کدام کس پیدا کنه مرا بیجه بخورم دیگه هیچ غریبی او نه مرد دیقانی نه مرد شوپانی مرد هیچ کار نیم. خیلی خوب خیلی خوب. یعنی بچه خورد پسر داره که مثلا که در خانه اکمال کنه مثلا او برای نان پیدا کنه؟ نه بچه هم ندارم. در این منطقه چند خانه است در کل؟ در کل قریه سرلر. نه چیل باشه شد. 40 خانواده اینجا زندگی میکنه. یک قریه که ما از قسمت بالا رفتیم دیدیم یک قریه بالاتر. نام از قریه چی هست؟ چقرگی باشه؟ قریه چقرگی. خیلی خوب. سلام علیکم کاکا جان. خوب هستی؟ میشه خود معرفی کنی؟ علی مراد. کاکا علی مراد. خیلی خوب. باشنده خود این قریه است؟ سریلر قریه سریلر. خب قریه سریلر. این قریه امروز با چند واحد دیگه که اون طرف چند قریه دیگه تمام از این بنام تحت نام کدام قریه است؟ شتر جنگل میگه. قریه شتر جنگل. خیلی خوب است. دیگه مردم در اینجا چه قسم یک لقمه نان بخود پیدا میکنه؟ مثلا منابع عایداتی مردم چی هست؟ یک دکانداری میکنه، یکی دیگه برادر دیقانی میکنه، یکی مالداری میکنه. یعنی خیلی خوب. دقیقاً خود چی وظیفه داری؟ یعنی دکانک دارم پیشم دکانک اینجا. ماشاءالله دکان از خودت هست؟ خیلی خوب خیلی خوب. دیگه کاکا جان قسمی گفتی که ما خیلی وقت شده اینجا زندگی میکنم، میشه ما یکی از خاطرات گذشته خود بگی؟ گذشته موزه یعنی می تا پیدا کرده یعنی می سنگ منگری یعنی می زندگانی کرده دیگه مو. شکر یک وقتی همه کی جوان بوده شاید ما هم یک وقتی به سن شما برسیم یک خاطره خوبی از دوران جوانی خود میشه بگی؟ دور جوانی دیگه یعنی مالداری بود پشت مالداری و دیخانی یعنی کس بود دیگه چه دیگه کدام کمالمون نداشتی. مادیار نام دارم. ما اینجا یک دو سه خانه مهاجر هستیم. قبلا دولتسوالی طالب بودیم، یکان 4 سال یا 5 سال میشه ما در این منطقه مهاجر هستیم اینجا. خب خیلی خوب. یعنی که در این منطقه مهاجر هستین خودتون از دولتسوالی طالب برفق هستین. خب میشه بگی که مردم اینجا چه قسم با امروز شما برخورد میکنن؟ مهمان نواز هستن؟ بسیار مردم خوب، مردم بسیار شریف، مردم بسیار یعنی مردم بیخی از توصیف بالا خوبی از این مردم. خیلی خوب. مردم از این قریه قسم شما تعریف کردین خیلی مردم خوب است و مهمان نواز. دیگه در اینجا که فعلا مهاجر هستین از کدام راه خود یک چند لقمه نان پیدا میکنین شما؟ فعلا خب اینجا که کار مار پیدا نمیشه، فقط یک در شرکت کار میکنیم، شرکت سرکسازی خود ما یک نفر اونجا کار میکنیم، یک 8 فامیل هستیم اونم مقصد یک روزگار میچلیم دیگه. خدا مهربانه. بیشک خدا مهربان است. در قسمت پیدا کردن یک لقمه نان حلال خدا برکت بده. کاکا جان مشخص ما از شما اگه پرسان کنم کدام خاطره داشته باشین یا کدام گپ خوبی برای گفتن برای ما داشته باشین؟ نه دیگه گویا دیگه اطراف دیگه گپ نکنیم. یعنی اونم گفت بیشتر کدوم که یعنی مالداری و دیقانی دیگه کدام خاطره نداریم. درسته. از شما قسمی که دم بعضی معلومات دادن از این قریه میگه از هر خانه شاید یک نفر یا دو نفر خارج از کشور به اساس بعضی مشکلات مهاجر شده. شما کسی در خارج از کشور هست؟ بله هست کم تو اونجا زیاد. خب کی هست و کسی مشخص میتونید دام بگی؟ نه ما بچه از من یونان از پایتخت دیگه از پیش نرفتم اونجا بود. در کنار از که از راه زراعت و نگهداری مواشی در کنار از پسر تو از خارج هم اکمال میکنه دیگه خانه نه وجه توانم صاحب کار نشده و یونم اونجا هستم مثلا اگه دولت اونجا حمایت میکنه خلاص اونجا دیگه کنم چی نداره. خب ان شاء الله که یک روز تابعیت کشور هم بگیره و دیگه توکل به خدا دیگه ویشی ان شاء الله. دیگه یک سوال دیگه کاکا جان تو از کسایی هستی که اینجا بیشتر زندگی کردی یک سوال دیگه از شما داشتم. امی چند واحدی که تحت نام شتر جنگل است میشه بگی که شتر جنگل چرا این نام برش مادن؟ شتر خود نام یک حیوان است، جنگل هم بالاخره چند درخت، چرا میره شتر جنگل میگن؟ در وقتی بود که بسیار جنگل بود
شطور که خشم رسید معلوم نمیشد گم میشد به نام شطور جنگل من. خب به همین اساس نام شطور جنگل مانده. این جنگل کجاست؟ ما جنگل نمیبینیم. یه وقت زمان که بود که یک جنگل بود دیگه بود. حال خلاص شد. جنگل. خوب است. نه من. خب بالاخره این جنگل هم مردم البته قطع کرده دیگه. البته که بشه شاید خلق قطع کرده دیگه. سلام علیکم آقا جان. خوب هستی؟ بخیر شد؟ خوب جان جان. شما خوب هستین؟ صحتمند بشه، بخیر بشه. میشه درباره جریان کار از زمین آسیا و قدامت از آسیا که چقدر وقت میشه در اینجا کار میکنه؟ ما بگوییم مثلا چقدر وقت میشه آسیا در اینجا در کار آغاز کرده؟ البته 100 سال میشه ایره. خب یعنی که حتی یک قرن قدامت داره آسیا آبی. خیلی خوب. میشه دوباره ما بگوییم که سنگ آسیا که در وسط قرار داره و در چرخش هست، این از کجا چه قسم تهیه میکنن در اینجا میارن؟ این چه داره دری اشرف میاد منطقه طالب ورفق. اون یک کوه است، لاش داره، بزرگ لاشا رو کنده میکنه، بس میتی پول این کنده میکنه، بس بریش میکنه میگه میاره اینجا. خیلی خوب. فعلا کارکردی خود این سنگ چی هست در آسیا؟ کارکرد خود سنگ می آرد میکنه دیگه. این گندم از بالا که پایین میاد. بالا پایین میاد آرد کنه میشه میزان مشتری از آسیا رو بگیم مثلا میزان مشتری از آسیا البته تخمینا
100 خانه کم 100 خانه است. یعنی همه روزه در آسیا در حال کار است، یعنی پرچم نیست کار. ها مقصد کنم روزی که بخی سه شب دیگه مقصد زمستان یخ باشه پرچم میشه دیگه میشه دگشت است. خیلی خوب. این ده شبانه روز اگر تخمین بزنیم چقدر آرد میتونه با این سرعت چقدر گندم آرد بکنه؟ تخمینا در این صورت شاید 100 سیر آرد کنه 100 سیر. خب خیلی یک شبانه روز یعنی 100 سیر تونه 100 سیر گندم میتونه که آرد بکنه. 100 سیر گندم آرد میکنه. خیلی خوب. این آسیابان از هر 100 سیر گندم که وقتی که آرد میکنه چقدر اجره میگیره؟ چقدر از 100 سیر از 30 سیر یک سیر میگیره. از 100 سیر 3 سیر. یعنی از 100 سیر گندم هر وقت مراجعه کنه من اینجا آرد میکنه از 100 سیر گندم 3 سیر گندم به خاطر اجره میگیره. اجره میگیره. تشکر از شما کاکا. تشکر از تو همچنان. بچه از کی؟ یعنی میره قریب شناختیم. خب مرا میشناسی کاغا. میره کمک اگر دیده باش. خیلی. بچه از کی؟ امیر شما معرفی ما بچه فیضلی هستم. رقم تو فیضلی سیدوای. جور از کاغا خیرت. شما فقیر محمد حسینیم. خب. شناختی ولی؟ صحیح. شاید من خو اگر درست نشناسم پدرم میشناسه تو را. پدرت میشناسه. پدرم صحیح میشناسه. خب من نظرم برای لنگ نظرم میشناسه. صحیح. فهمیدی؟ چشمان من دوری چشمه نوری لیلا آب انگوری چشمه نوری لیلا آب انگوری دلم نمیش داره تنها بمانم پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم قول مرداره باور داشته باش چادر امید به سر داشته باش قول مرداره باور داشته باش چادر امید به سر داشته باش
غمها جدا باشی، یار ما باشی و در پهلوی ما باشی. از خدا میخواهم از غمها جدا باشی، یار ما باشی و در پهلوی ما باشی. با کسی بر تو نگاهی بد نیندازد، در پناه سایه لطف خدا باشی. نازنین و بی بلا باشی، با دلم نزدیک از چشمان من دور. چشمه نوری لیلا آب انگور، دلم نمیشه تو را تنها بمانم. پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم. قول مردا را باور داشته باش، چادر امید به سر داشته باش. قول مردا را باور داشته باش، چادر امید به سر داشته باش. شب با دلی خود گفتگو دارم، یک جهان امید یک شهر آرزو دارم. بی تو هر شب با دلی خود گفتگو دارم، یک جهان امید یک شهر آرزو دارم. بی تو در خلوت سرای عشق و تنهایی، نشه بر سر سر به کف می در سبو دارم. میل عرفی رو برو دارم، چشمان من دور. چشمه نوری لیلا آب انگوری، چشمه نوری لیلا آب انگوری. دلم نمیشه تو را تنها بمانم، پیش تو میمانم اگر اینجا بمانم. قول مردا را باور داشته باش، چادر امید به سر داشته باش. قول مردا را باور داشته باش، چادر امید به سر داشته باش. قول مردا را باور داشته باش، چادر امید به سر داشته باش.